یک جوان میگه یا دختر نخواندار میشود. ببینید زنهای خوب بسیار هستند. میگه مردک میگه یک شرط بیا میگه در قرآن یاد کردن مسابقه میکنیم و از ما شما با زنامو در غیبت کردن مسابقه میکنیم. خدا خواهد انشاءالله من یک اخبارات جمع کمیام تا نماز خفتنه این خدا خواهد در بدر خدا خواهد کوچه با کوچه 20 و 40 دروغ رفته خدا خواهد اخبارات میاره بعد در دوم غیبت میکنیم. بعد من زنی خوب خواب گفت چیکار میکنیم؟ گفت قرآن یاد میکنیم. گفت یک سال نمیگد مردک حافظ قرآن شد. یک سال انده بعد میگه نزد خانه زن رفت میگه با پدر و مادر وشته هم صحبت گفت تشکر زیاد به شما خاندان که از طفل دختری با تربیه و با تمیز شما من حافظ قرآن شدم. گفتن عذر. گفتن بچه جان میدانی این دختری ما در 9 سالگیش حافظ قرآن شداد. 9 سالگیش نه حافظ قرآن شداد. ببینید زنی خوب بدم فرمان برداری پارسا میگد کند مردی درویش را پادشاهی. عزیزی من اگر فرمان بردار باشد خدا ترس باشد حجاب دار باشد از خدا ترسد نکی از مردم نه انشاءالله خدا خود پادشاهت میکنه. هیچ غم نمیخوری خدا خود شب و روز انشاءالله خدا خود در دمگد یک جای باری زندگی رو میکشد تسکین میتیه. رسول که زنای جنتی برای شما گم گفتن بگو یا رسول الله زنای جنتی گفتن یکتاش وقتی که مرد گفتن از کوچه بیاید مبادا نسترینش نباشد نسترینش نباشد. گفت دست در دستی مرد موند گوید که مرد جان غم دنیا را نخون خدا کفایه کننده است خدا میرسوند. هیچ غم دنیا را نخون خدا خواهد انشاءالله همش میشد. امروز کار کشایش نداد سر میشود. اگر تا تبسم نکنی من افکار نمیخورم. میگه تبسم کنه این زنی جنتی ای کنی زن ها که امروز خدا خواهد انشاءالله فقط دست نگه میکنه. امروز پول داری ماشینه داری خدا خواهد باینم در یک مرکه دهنش خدا خواهد گیز با تعلیم میگه شوی ما خدا خواهد بیزنس میده شوی ما فلانه شوی ما پیستانه فخر میکنه. یگان تنفته که شوی ما نماز خونه نمیگه این نماز چه نمیگه عبادت چه نمیگه که شوی من تا سر نماز قضا میخونه نماز نفل میخونه نمیگه. یکی دنیا تعریف کنی شمید خلاص خدا خواهد با سوسود میکنه پیش آدمان ده. بینید عزیزانی من 4 چیز انسانی بخناک نه 4 چیز باشه انسان بخناک میشه عزیزانی من. یکتاش زنی صالح زنی که خدا خواهد فرمان برداری الله باشه زنی که انشاءالله خدا خواهد فرمان برداری شوهرش باشه وای بخناکترین انسان در دنیا میشه است. بخناکترین انسان. دوم کسی که گفته است همسایه خوب دارد. بخناکترین انسان همون انسان که همسایت خوب باشد. اگر همسایت ناباب باشد دوزخ است یا نمی همسایه ناباب آخر انشاءالله خدا خواهد به نابابی میبرد. امام اعظم رحمت الله علیه بینین مذهب با همون حضرت داریم همون حضرت بینین وقتی که هم حولش هم میفروختگی شد همسایه داشت میگد همسایه نرخ حولی از هم بلند گفت $10,000 ویزه باشد $15,000 گفت. مردم جمع زدن گفتن آخی من بین حولی تو چینده میارزه کدش این اینقدر قیمت فرستاده. من گفت همسایه ما فروخت هستم تو به این همسایه یک بار همسایه شو گفت راحت در همین جای بین همسایه خوب انشاءالله انسان بخناک میکنه خدا خواهد عزیزانی من. یکی دیگری بخناکترین انسان زمین کشاد داشته باشد. این زمین خدا خواهد انشاءالله نفروخت زمین های عزیزی من این زمین مادر های و یک مدت ماشینه چه تنکه افتاد خدا خواهد زمین فروخته است و تنکه 2 سال بعد برگ میشه ای حاصل میمونی ای زندگی میمونی. این هم میخروند هم میپوشوند هم در بغلش میگیرد. بعضی با ناانصافا خونه عطاش فروخته است پل گفته دنیا من ماشین میخرم من کوارتیر میخرم خونه عطات و حرمت که انشاءالله خدا خواهد عزت که خدا خواهد زمین نفروش فروختی خدا خواهد کم بغشت میری هیچی نباشد همین خدا خواهد 500 کیلو گندم بگیری کو یا نمی زمین مادر های. یکی دیگر میگن مرکبی خوب داشته باشم ماشین های خوب یا که اسب های خوب خرای خوب که شما را به یک منزل میبرند وای بخناکترین انسان دست عزیزانی من. بخناکترین انسان 4 چیز اگر بین وجود داشته باشه
من ما شما پیامبر اسلام دعا میکنن هر روز یک دعای خوب دارن. استعیذ بالله و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. طوری تعلیمات محمد اکثر دعاش همین است. اکثر امتای محمد دعاش باید همین باشد. معنی چی دارد؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار در همین دنیا مانده خوبیته و در آخرت خوبیته جنته و از آتش دوزخ ما خلاص گردون. حضرت علی کرم الله وجهه زیری تحت همین آیت میگه که یک دنیا خوبی این زنی خوب است، زنی صالح، زنی خدا ترس. ببینید زنی که خدا خواهد از خدا میترسد، دائم شوهرش حرمت میکند، دائم خدمت خسر و خشتمانش میکند، خدمت پدر و مادرش میکند. عزیزان من، زنی صالحه اگر خدا خواهد ناصالح باشد در همین دنیا دوزخ است. زینهار از قرینی بد زینهار ربنا و قنا عذاب النار. زینهار کردن از زمین زنای بد ما را نگه دار که در همین دنیا دوزخی است. ببینید با قاضی گفتی شیخ سعدی، با قاضی زندان گرفتار بی که در خانه بینی در ابرو گیره. شیخ سعدی میگه همین خانه که دولمت زنت بدقواق باشه، لوز شیرین نداشته باشه، ایوه همه ترمه خوبه. همه قاضی خدا خواهد ترمش خوبه تندگی راحت کرده میشین در اینجا درایی که قواقاش انداختگی برف باریده سی گب گردون باشه، خدا خواهد انشاءالله بد فعل باشد آزار تیت از وی نمود ترمه خوب است. هست زنها، این زنها کی بخت می آیند؟ کی بخت من انشاءالله خدا خواهد انشاءالله انس ابن مالک مادرش برای شما حکایت میکنم. انس ابن مالک مادرش ام سلیم است. عزیزان من خوب گوش دار، ام سلیم اینا زنها گوش کنن با این قصه. همین ام سلیم انس میگه پیش محمد آورد صلی الله علیه و سلم. مید یک بود، گفتن در حقش دعا کن، ولی بعضی جوانا برمده دعا را بعد میبینن. بعضی جوانا برمده کرتوی دعا شرط نیست. نماز خوندید سیاه پریود شما تکشو. خدا حق سبحانه و تعالی قرآن دا من تعلیم داده است. سوره بقره دا الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ای محمد صلی الله علیه و سلم، امتات از تو میپرسن که خدا در کجاست، خدا کجا نباشد، خدا کجا ای تو میپرسن. بگوش انی قریبون، من ویان در نزدیک هستم، ای رگ جان شوندم، از رگ جان تونم الله به شما نزدیک ای. من میگه اجابت میکنم وقتا که دعا کنن. دعا کن انشاءالله خدا خواهد الله اجابتش میکند. یا نمی از همین دنیا من از داماد عروس بین ای چند آدم از دعا گرفته اومد به اینجا. یا نمی از این محلش کلون سالش جمع زدن خانه دختر دارندن، یا که پدرش مادرش باباش و ها کذا داملاش چکا کردن دعای خیرش کرده. یا نمی همه دست باشته کرد میامده راست ایستادگی خوندن، دست میبردن. طوری می دست برداشتن سنت ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سنت چای. من انس ابن مالک بیا آورد میگه چیکار کرد؟ آورد گفت میگه در حق همین گفتن یک دعا کن. اللهم بارک گفت پیغمبر فی عمره و ماله و اولاده. سه دعا کرد پیغمبر اسلام، دستش برداشت. یکم گفت عمرش نه برکته. انس این درازترین در بین صحابه ها انس ابن مالک است که 167 سال عمر دیدگی. این درازترین پیغمبر از دعایی که محمد صلی الله علیه و سلم میگد، از دعای محمد میگد چنان من در برکات شد که میگد 120 تن میگد اولادم رسید، اما و خاله و نیوره و ویام 120 دونن در رسید میگد. از دعای محمد میگه من چنان بهره یافتم که میگد من باغ داشتم میگد در مدینه، همه باغای دیگر در حیات یک مراتبه یک سال نه من میوه تیه، ای من گفت به توفیل دعای محمد 2 بار میوه میداد. دید همین انس مادرش ام سلیم پدرش میمرد، ابو طلحه گفتگیه که صحابه کرام خواستگاری میکند.
ام سلمه چیکار میکند و به نکاح میگیرد، حیات میبرند و در دوام حیاتش میگد یک فرزند به دنیا میآید. بعد یک سالش عمیر گفته که نامش فرزند میمونن عمیر. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده به همون عمر بازی میکرد، چون که محمد تمام کودکای دنیا دوست میداشت. حالا شما بچه ها تا دوست نمیداری، حالا دختر تا دوست نمیداری. خدا خواهد پیغمبر بزرگوار تمام بیگانه بچه ها و یتیم ها را در آغوش گرفته، حتی اینکه خر میشدن، صورت خر میشدن، بالاش و سوارش میکردن، بازی میکرد. پیغمبر سلام تمام کودکا دوست میداشت. همین عمر که میگد عمر 2 ساله شد، یک روز میگد کسلی خدا خواهد، یعنی تاف میگه ما شما، همین کسلی فرا گرفتش. مدتی 1 ماه دوام کرد، حرکت کرد مادرش پدرش، لیکن علاج نشد. میگد یک روز قسمی بیگاه بود، میگد همین عمر میگد جان به حق تسلیم میکند. زنی صالحه بین جان به حق تسلیم میکند. بعد میگد میشوش، میگد در قبر میگد شفته کفن کرده خوننده پوشوندش میمونه و نماز شوم میشود که ابو طلحه از کار میآید. چون که ابو طلحه میگد باغی کلان داشت خدمت میکرد، این چنین با روزه میگرفت. وقتی که اومد میگد حتی ابو طلحه میخیر خصت داشت که به فرزندش طعام نمیخورد. گفت عمر در کجاست؟ گفت مردک جان، گفت یک گپت گم. همه عمر گفت امروز تفتش بسیار بلند شده، گفت حاضی خوش بود. گفت امروز به هوای طعام خود چی میشه؟ بینید زنی خدا جابی به خاطری که من نصرینش ویروم نشده با افقات خوراک شبانه نخوره، گفته نگفته شکل میگد افقات خوردن، شب خواب رفتن، جاگه خوابی کردن. با بین جاگه خوابی کردن. کسی میگه روز شد. بعد میگه سلیم گفت میگه مردک یک گپت گم، گپ زن. گفت میگه همین براست یگان کس امانت گیری همه امانت دادن در کار مینه. گفت دادن در کاره. گفت عمر گفت بگی وفات کرد. بین زنی با تقوا، بین زنی خدا جابی که تا سحر کی بچهش دوست نمیداره، کی فرزندش دوست نمیداره، به خاطری که چی؟ همین یعنی ابو طلحه از طعام نمونه. میگه رسول الله ده پیشی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این زنی منو بگفتن امی واقعه شده، یک بار من تا سحر خبردار نکرد. رسول الله دعاش کردن، میگن بعد این 9 تا فرزند اومد، همه حافظ قرآن از طفیل صبر و طاقت کردنی زنی ابو طلحه. عزیزان من این زنها هم طاقت کنن انشاءالله. خدا خواهد عزیز زن اگر بشات اگر مرگ 2 ساعت بعد بیا خدا خواهد ختم مردی از گریبان کشار میزنه، بچه مرد در کدوم گور بودی فلان شدی پیستا شدی تم دمگه نک خامره شاپاو. کنی خدا جو زنها، کنی خدا تر زنها کن. من یکی که پیامبر اسلام میگم دوره های محمد علیه السلام شگیه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن یک آدم جهاد میروه، غزات میروه. میگه زنک میگه تا من برگشته از جهاد اومدن از خانه بیرون نمیبرایی. ببینید این حدیث صحیح است. وقتی که میران میگه یک روز زنک شتگی بود که میگه خبر میآید که پدرت بیمار شد، دیدنی نمیروی؟ میگه برای محمد پرسی اگر محمد اجازت یا من شون گفتگی که ای خونه نبرم. پیش رسول رفتن گفتن خیلی آخی برا همی چی نمیشه؟ گفتن من شوهر ناشمتم شوهرت نیتاعت کرد. بعد یک آن در گذشت خبر آمد که پدرت مرد. گفتن نمیروی؟ گفتن من شوهر گفتگی که تا من برمدن از در خونه نبرم. حکم همین خیلی است. بعد گورو چو چند که وقت میگذرد شوهرش میآید، نه جنگ میکنن، نه غربت، نه زن زنک، نه داد، میشینن. بعد میگه چی گپ است؟ میگه زنک میگه مردک میگه بعد شما برفته نبرفته پدرم بیمار شد نرفتم وفات کرد. خیلی گفتم دی آخی پیغمبر اسلام وحی اومد که همون زنکم پدرشم مغفرت کرد خدا با طفیل اطاعت کردنی به شوهرش. من بین عزیز خدا از ما شما خدا خواهد زن تگو که نبرام مردی. خدا خواهد انشاءالله اگر مبادا که اچت کسا شده اگر نروه خود چه بکشه تمام به همین خدا خواهد یک معایزه میمونی. حقیقت نیست می امروز با 40 سال دمجا میشنه با اشتاب زده ششتی خورده نگردی خود دمجا بعد از او کشیده. باید زن اطاعت شوهر شکنه عزیزانی من.
اگر شما دختر تا به یک کس میتی این حکم شرعی است. اگر یگان کس نه دختر تا دادی حق نداری تو کمانده کنی برفتنده، حق نداری. فقط به اجازت شوهرش میتونه خونه شما بیاید. میتونه زن حقوق داره در یک هفته روز جمعه طبق مذهب امام اعظم پدر و مادرش برای دیدن اجازت انشاءالله خدا خواهد رفته بینه گناهگار نمیشه پدر و مادرش، چون که هم دوست میداره پدر و مادر تا. تو با بعضی ها میونده است که عموما خانه نمیری. کدام یک جوان که پیش من آمدن، یک زن شوهرش گفته است که اگر خانه عطا داری تو به من 3 طلاق. دختر گریسته استش دیگه کجا برود و ناانصاف تو اپت ناز میبینی، اتت ناز میبینی، اپت خوب اتت خوب، بس زن تا اتا اپش خوب نیستک. ناانصاف. این کدام انصافه؟ کدام اخلاق محمدیه صلی الله علیه وسلم؟ کدام اخلاق صحابه هایی که تو این کار میکنی بیچاره از ظلم میکنی؟ ایاد نبراش ظلم کنی ظلم کرده میشوی. خدا قرآن میگه که ولا تعصبن غافلا، شما ای ظالما غافل نباشه که من اینان دا با خبر هستم، من اینا را از حالش با خبرم. انشاءالله ظلمش میکنی خدا خواهد این بابا دای زن مرده مونه یک زنی بد میتید انشاءالله بد حالتا میبینم بعد خدا خواهد بعد خودت خدا خواهد انشاءالله برده بعد چی؟ خودت بعد خونش میبریش هر روز میتی. این بیچاره خدا خواهد با سال ما با ساعت دیده بستی کنی 1 ساعت نه وقت من رسیده میای. حتی در پیش افت رفته 3 ساعت میشینی کو چوی پیش افت رفته 6 تا نق نداره، چوی پیش اتش رفته 6 تا نق نداشته. این کدام انصافه؟ شما را نمی دشمنای اسلام کورتو کرد، دشمنای اسلام جنوسکای موزوسکای کوراک شایده داد. رسول الله مسابقه میکردن ایروی دویدن آیشه کتی کنی کدوم تو مسابقه کردی که کریم یک بار زنک بیا یک داشت بریم کنی داوده کنیم چردم بیا یک تاشکم برمت خدا خستی تیار نشونه تیمی ایزانی خودو ناموس میکنی. پیغمبر سلام با نصرین خوب زنهاش شوخی میکرد، حتی بازی میکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن انسان بود با زنهاشو چونین خوش چخ بود، چونین خوش معامله بود، شیرینو میگفت، عسل میگفت، مرمت میگفت، خرمت میگفت. عایشه کتی چای خورد دستا دادم که یک تا در سری دسترخوان. پیغمبر گفت پیاله گجاش لود رسید که من همونجا چای خورم که دوست نمیداره بعد زنکه. ما شما که چیکار کردیم که اخت سوال امروز بیچاره کلی تیار شب روز خدمت میکنه با جنسکا موزیسکا کارا جدا که پرتافتی بیچاره تا سهر خدا خود را بهتاری کار میکنه. یک انصاف نداری که یک بارک جاگه کنی، انصاف نداری که یک بارک دسترخوان کنی، انصاف نداری که یک بارک چای دم کنی. انم دشمنا اسلام ما شما یاد داده حیات ما شما تلخ نگردون شورش کرده پرتافت. این کار نکه عزیزان من. بیاین انشاءالله خدا خواهد وقتم شد از این سوالات جواب میتیم وقتا بسیار نمیگیریم. عزیزان من بیا بخت بیا انشاءالله خدا خواهد کاری کن که انشاءالله نسبت عائلت مزه کن، نسبت عائلت خدا خواهد زنت راحت کنه زندگی کنه، زنت آرزو کنه که 1 ساعت از پیشش دور نشه. 1 ساعت اگر لوز شیرین داشته باشی، معامله خوب داشته باشی با هر زن در تای سر باشه میگردن. هممون گروهی هستیم. خدا خواهد زنی بیگونه در کوچه بینی چخ میکنی هم سینفکاته بعد خدا خواهد خونه ده بازه یک بگه ها شد پا بدم سیازت که نیست. ای به ناموس زنی خودته کنده دیگه نازی میکنی، دختری خود نه کی نازی میکنی. پیغمبر گفتن که من دخترها را دوست میدارم. اگر میگد از یگان شهر دوردست از مسافری بیایی یک مکافات میگد دختر نته، چون که دختر دلش نازکه. پیغمبر گفتن کسی که 3 دختر دارد اگر دخترش خوب تربیه کند، دخترش خوش رو خوروند پوشوند، نماز خون کند، حجاب کند، عبادت کند وای جاش جنتی است عزیزان من. چون که امروز دختر تربیه کردن بسیار دشوار شد عزیزان من، بسیار معما شد. این بدبختای خدا خواهد تلفن بازه خدا زده دخترها را فریب دارن، هر گونه چیزا را کسادیان. نکه از خدا بترس، از الله بترس. من یک چیز میگم، حدیث پیغمبر است
کسی که کدام مرده که میگه بزن شوهردار اگر مبادا زنا کند، بزن شوهردار مبادا زنا کند، خوب گوش کن، روز قیامت الله سبحانه و تعالی نصف عذاب امت در بالات بار میکنه. ای خدا بترس، کسی که اگر زنی که شوهر دارد و زنا کنی مبادا، خدای حق سبحانه و تعالی روز قیامت نصف عذاب امت بالات بار میکنن. همون زن شوهرش اگر از این خانمش کارش بخبر باشه، روز قیامت در بالای این حاکم میکرده، میفته که زانی خدا زده بود که زنیتون تجاوز کرد، تمامی نیکیاش میگیرن، تمامی در اون مرد میگه تمامی گناهش در بالای میپرتن، دوزخ روانت میکنه. یاد نبرار روز قیامت همه چیز گوه میتیه. خدا قرآن ده میگه ما روز قیامت سوره یاسین، ما روز قیامت دهن شما ده مور میزنیم، دستی شما، گوی شما، پاچک شما، اعضای شما جواب میتیه روز قیامت. عزیز یاد نبرار میگه دیچ سامانی کار که پا میگه برفتم، دست قپیدم، لب میگه بوسه کردم، چشم میگه دیدم.